انا لله و انا الیه راجعون. مؤسسه اسلامی تجهیز و تدفین الرحمه. مؤسسه اسلامی تجهیز و تدفین الرحمه از سابقه دارترین و با تجربه ترین مؤسسات در بخش دفن اموات مسلمین در آلمان و یا احیانا انتقال آن به کشورهای اسلامی مانند افغانستان می باشد. اگر خواسته باشید از خدمات این مؤسسه اسلامی در زمان فوت یکی از اقاربتان در آلمان استفاده نمایید، می توانید با آدرس و تلفن های ذیل در تماس شوید. آلتن اسنشتراسه 385 در شهر هسن. تلفن ها 0201 36 14 29 15 و یا 0170 210 14 23.